اینجا خزانه بذر روز قیامت است. اما چرا روز قیامت؟ در این انبار بذرگونه‌های مختلفی از گیاهان نگهداری می شود تا اگر تمام گیاهان در اثر خشکسالی و یا بلاهای طبیعی از بین رفتند، با کاشت این بذرها بتوان نسل بشر را از انقراض نجات داد. انبار بذر سوالبارد که به خزانه بذر روز قیامت شهرت دارد، در یک جزیره دور افتاده در 100 کیلومتری قطب شمال قرار دارد و تاکنون 1 میلیون از بی‌نظیرترین بذرها در آن گردآوری شده است. انبار بذرها در انتهای یک تونل یخی و در عمق 120 متری از زمین قرار گرفته و دمای آن همیشه زیر صفر باقی میماند. در این انبار بذرهایی از قبیل بادمجان، کاهو، جو، لوبیا، ذرت و برنج نگهداری می شود و حتی با قطع برق بذر گندم تا 1700 سال و بذر سور گوم تا 20,000 سال سالم باقی می ماند. حتی در بدترین شرایط مثل گرم شدن کره زمین، یخهای اطراف این انبار تا 200 سال ذوب نمی شود. این بذرها روزی بشر را از خطر نابودی و انقراض نجات خواهد داد.